سلام، من سجاد عسکری هستم، دبیر کمیته پیگیری حفاظت خانه‌های تاریخی تهران و پژوهشگر و علاقه‌مند به حوزه میانسفنگی تهران. ما توی فعالیت‌هامون و پژوهشی که توی تهران می‌کردیم به یک موضوع خیلی خاص تو تهران برخوردیم: بادگیر. چیزی که شاید مردم این شهر با این واژه غریبه باشن. بادگیر یکی از المان‌های شهر تهران بود که روزگاری به وفور در این شهر و در نمای شهر مثل شهر یزد دیده می‌شد، اما امروز از تعداد اونها کم شده. از اون همه بادگیر در تهران، ما در 9 منطقه شهرداری تهران میتونیم بادگیر مشاهده کنیم. منطقه 12 به عنوان قلب بافت تاریخی تهران و نگین پایتخت یکی از مهمترین مناطق شهر تهران از منظر پراکندگی تعداد بادگیرهای شهر تهرانه. در این منطقه ما میتونیم در محلات مختلفش مثل لاله‌زار، اودلاجان، سنگلج، بازار و در خیلی از محله‌های دیگه این منطقه ما میتونیم بادگیر به وفور مشاهده کنیم. در میون بادگیرهای منطقه 12 عمارت بادگیر کاخ موزه جهانی گلستان، ساختمان بانک شاهی در میدون توپخونه و مسجد شاه در بازار شاید از شاخص‌ترین بادگیرهای تهران از منظر معماری باشند. تقریبا تو همه ایران ما شاهد این هستیم که خصوصا در شهرها موضوعات مختلف از جمله هوا و باد مدیریت میشد. یعنی شهر به ترتیبی در واقع سامان پیدا میکرده که جریانات بادی که بر اون شهر میوزه از مقیاس کلان تا مقیاس خرد موضوع مدیریت قرار میگیره. از جمله باز کارهایی که خصوصا در قرون اخیر در ایران مرسوم شد ایجاد بادگیر بود. یعنی ما در واقع در مسیر این بادها یک تأسیساتی رو ایجاد بکنیم که بادها رو کاملا تحت فرمان خودمون در بیاریم، طوری که این بادها به اون جاهایی که ما میخوایم از خانه بوزه. چیزی که امروز به تهران اطلاق میشه در واقع شامل 22 منطقه شهرداری تهران هم میشه. در واقع مجموعه ایست از روستاهای مختلف و شهرهای تاریخی که با همدیگه در یک بستر مشترک جغرافیایی قرار گرفتن که کنار هم تهران بزرگ به وجود آوردن. به عبارتی در واقع ما یک زمین یا یک سرزمینی داریم، یک فضایی داریم که این فضا بین کوههای شمیران و جلگه خارورامین واقع شده. تهران از اون جهتی که عمر شهر بودنش کوتاه، تمدن صفویه، بعد خصوصا عمر پایتختیش یه چیزی خورده بیشتر از 200 سال هست. می‌بینیم در تهران هم عملاً مشاهده این نوع مواجهه با پدیده باد و بهره‌گیری از باد عملاً هستیم. شما در منطقه‌ای قرار گرفتی که دارای بادهای راس هستیم. باد راس یا باد ری، باد گرمی که از جنوب می‌وزه. در اینی که ما یک سری کانال‌هایی از ناحیه توچال به پایین داریم. مثلا ما در برخورد بادها و هوای سرد و گرم در منطقه خودمون قرار می‌گیریم. بادهایی که در تهران هست چون بادهای خیلی پرسرعت و بادهای خیلی خلاصه توفنده‌ای نیستن، عملاً می‌بینیم که بیشتر مثل یه نسیم عمل میکنن. مثلا می‌بینم بادگیراش انقدر که مثلا در یزد، مثلا در بندر لنگه، مثلا در جای شبیه به این خودش رو رخ نشون میده، در تهران اونطور خودش رو در واقع عرض اندام نمیکنه و به نمایش در نمیاره، در این که وجود داشتن و ایفای نقش میکردن، کمک میکردن به ارتقاء کیفیت به اصطلاح فضای معماری ما، کیفیت زندگی در فضای معماری و به سهم خودشون در واقع نقش
جدی ایفا میکردن توی حوزه. بادگیر مثلا چیه و چه نقشی داشته و درصد یک المان مشخص معماریه، مثل آب انبار. حالا شما نمیاین بگین مثلا آب انبار در منظر شهری چیه. طبیعتا به خاطر فیزیک خود بادگیر چاره نداشته یک تظاهرات بیرونی، یک حرکت در حقیقت ارتفاعی داشته باشه برای اینکه بتونه باد رو بگیره. خب از این زاویه بس بهش نگاه کرد که چه بخوایم چه نخوایم به خاطر فیزیک عمل کردیش این یک نوع به اصطلاح تظاهر در حقیقت بیرونی داره. حال با توجه به تعدد بادگیرهای منطقه 12 سفر خودمون رو از این منطقه شروع می‌کنیم. آقای ایرج رامیفر یکی از پیشکسوتان و بزرگان طراحی سینما هستند. فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی متعددی رو طراحی کردند که امروز اون صحنه‌ها برای ما خاطر انگیزه. آقای رامیفر مشتاق بودن در این گشت و گذار همراه ما باشن تا از منظر دیگری به کوچه پس کوچه های شهر نگاه کنن. بنابراین به همراه ایشون از دریچه جدید به گذرها و معابر پایتخت نگاه میکنیم تا با قدم زدن پیاده روی بادگیری‌های فراموش شده شهر رو دوباره ببینیم. در کوچه صوفیانی ما خونه میرزا بزرگ نوری رو داریم که دو بادگیر زیبا رو مشاهده میکنیم. روزگاری در محله اودلاجان و در همین کوچه خونه‌های متعدد قدیمی و زیبایی بودند که بادگیرهای چشم‌نوازی داشتند. بادگیرهای چهار طرفه کوتاه و بلند. اما امروز از اون یادگار فقط خونه میرزا بزرگ نوریه که دو بادگیر چهار طرفه داره. بادگیری که سقف اون فلزیه و ساقه‌های کوتاه آجوری داره و به رنگ سفید هستش. اینم یکی از اون خونه قدیمی‌های این محله است که حالا ما بر اساس اون چی که تو تحقیقات خودمون کردیم تو نقشه عبدالغفار مال مثلا سال 1109 حالا میتونیم بگیم منسوب به آقا علی حکیم مدرس سنوزی، یکی از اون حکیم ها و در حقیقت فلسفه دان های خیلی مهم زمان خودش که با توجه تحقیقات تاریخی ما میخونه، چون تو مدرسه سپهسالار قدیمی نه هم کوچه مروی تدریس میکرده و اینجا به اونجا زیاد دور نیستش و اگه این خونه همون شخصیت باشه خیلی این خونه فاخریه. البته من خودم توش رفتم و واقعا ارسیای زیبایی داره، دو سه تا حیات تو در تو داره و یه بادگیر فوق‌العاده بزرگ و مرتفعی داره که حالا اگه دو سوسوش هم به سبک بادگیرای کرمان هستش که حالا از اینجا دیده نمیشه، بعد از یه زاویه دیگه ببینیم. ولی در کل یه خونه‌ای که خیلی متأسفانه چون درش بسته شده و رها شده خیلی داغون داره میشه ولی خیلی زیباست، خیلی خوشگله و اون بادگیرش واقعا یکی میتونم بگم بعد بادگیر کاخ گلستان یکم مرتفع ترین بادگیرای تهرانه. اینجا هم درشه. آره اینجا هم درشه که خب الان مطبخانه گلگل. حالا بریم به نظر اون سمت دیگه شو ببینیم که خود بادگیر نشون بدن. بفهم. در خیلی از بادگیرها می‌بینیم تفاخر یک معماری یا تفاخر یک خانواده‌ای که در حقیقت می‌خواسته بگه من وضعم خیلی بهتره یا چیزه، این رو خیلی با شکوه‌تر می‌بینید، یعنی با عنوان یه عامل تزیینی در حقیقت می‌بینید، در حینی که یک معماری داخلی و درونگرا داشتیم ولی المان‌های بیرونیش مثل بادگیر میامده این تظاهرات رو میکرده، طبیعتا میامده تو منظر و یک رابطه خیلی مشخصی با منظر شهری داشته. حتی اباحت یک خانه رو شما از طریق
در حقیقت بادگیرش در حقیقت می‌بینیم. در تهران خصوصا از زمان پایتختی از این فناوری در واقع بهره میگیرن و همچنان که گفتید توی بالاخره خانه‌های خصوصا ثروتمندان ازش به وفور استفاده میکنن، تا جایی که ما شاید بشه گفت شاخصترین بادگیر موجود در کشور رو در تهران داریم. عمارت بادگیر در کاخ گلستان در واقع میشه گفتش که پادشاه بادگیرهای ایران هست. یعنی دیگه از این مجلل‌تر ما تقریبا بادگیر به این ترتیب نداریم. عمارت بادگیر کاخ گلستان یکی از ابنیه سلطنتی متصل به کاخ جهانی گلستان، بی‌نظیرترین اثری که در حوزه بادگیرهای ایران و حتی ما جهان می‌بینیم. بادگیری که در حقیقت به صورت معرق با کاشی‌های بسیار زیبا تزیین شده و شاید نظیر اون رو ما در ایران و جهان نداشته باشیم. این عمارت در دوره فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده که البته بعضی‌ها قدمت اون رو به دلیل تغییراتی که در دوره ناصری داده شده به دوره ناصرالدین شاه تلقی می‌کنند، ولی علی ای حال به دلیل فرم و شکلی که در حقیقت و تزییناتی که در این بنا به کار گرفته شده میتونیم قدمت این بنا رو به دوره فتحعلی‌شاه قاجار منتسب کنیم. در پشت ما 4 بادگیر که با ارتفاع 20 متر شما مشاهده میکنید قرار داره. بادگیرهایی که 4 طرفه هستند و به حوضخونه و عمارت اصلی متصل میشن. در دوره قاجار وقتی که شاهان قاجار از تهران خارج نمیشدن، توی عمارت بادگیر کاخ گلستان برای اینکه از گزند گرمای تابستون راحت بشن تو این عمارت در حقیقت ساکن میشدن و بیشتر در این عمارت مستقر بودن. در دهه 50 این بادگیر توسط استاد ابوالحسن میرعمادی یکی از مفاخر معماری ایران مرمت میشه تحت نظر اساتیدی چون مرحوم پیرنیا و راههای البته رو به پایین اون به دلیل اینکه جانوران و در حقیقت بادهای نامطبوع در حقیقت فضای این عمارت خراب نکنه متاسفانه در اون دوران بسته میشه و این عمارت از اون فرم و شکل خودش خارج میشه و دیگه فضایی به عنوان برای خروج باد و ورود باد دیگه در این عمارت وجود نداره. تهران خودشان در جریان گروه‌های فرهنگی یا قومی مختلف نقش‌های گوناگونی در ساخت تهران داشتن. مثلا میگن جامبرهای ارمنی اصفهان که اومدن شیشه‌های کاخ گلستان درست کردن همین کار رو استمرار میدن، یا سمنانی‌ها مهمترین گروه در ایجاد حمام در تهران بودن، یا خانساری‌ها مهمترین رکن رو در فروش کتاب و بازار کتاب و کاغذ داشتن. خب در معماری یزدی‌ها و معمارای یزدی در تهران فاکتور بسیار مهم و عامل مؤثری بودند. یعنی معمارای شهر تهران از لکز و نوار مرکزی کبیر تا کاشان به تهران می آمدن و به طبع از شهرهایی می آمدن که بادگیر داشتن و با این معماری به شدت آشنا و مأنوس بودن و یکی از ارکان ساخت شهر جدا همین که شما گفتیم ما باد داریم و قطعاً بادگیر میتونه این باشه، ما آدمایی که دارای تجربه این شیوه معماری و زیست و زندگی رو هم داشتن رو در تهران میبینیم و بخشی از شهر ما رو داره شکل میده در دورانی که به عنوان پایتخت به شدت داره گسترش پیدا میکنه، به خصوص در دوره ناصری. و این باعث میشه که همونطور که گفتید از بادگیر نه فقط مثل تزیین مثل عمارت بادگیر کاخ گلستان که از بادگیر در جهت واقعا یه سیستم جریان هوا در داخل منزل استفاده میشه. عمارت کاظمی یا خانه کاظمی
یکی از بناهای تاریخی ثبت ملی شده در فهرست آثار ملی کشوره. این بنا که به گفته تاریخ نویسان متعلق به میرزا سید کاظم، یکی از رجال و صاحب منصبان دوره قاجاره. طراحی این خونه برگرفته شده از طراحی خانه‌های سنتی ایرانه. در معماری این خونه شما میتونید اندرونی، بیرونی، رخشورخانه، حمام زنانه و مردانه، بادگیر و بسیاری از المان‌ها و فضاهای معماری و خانه سنتی ایرانی رو مشاهده کنید. بادگیر این خونه روزگاری تخریب شده بود، اما خوشبختانه به همت شهرداری منطقه 12 شهر تهران در راستای زیباسازی محله اودلاجان و گذر امامزاده یحیی احیا میشه. بازسازی بادگیر عمارت کاظمی با الهام از بادگیرهای 4 طرفه یزد انجام شده. کلاً معماری تهران به عنوان یک پایتخت معماری سنتز کل ایران بوده. یعنی هر کسی از وقتی در مهاجرتش به پایتخت سبک و سیاق و معماری خودش رو می‌آورده که همین که نگاه می‌کنیم می‌بینیم انواع اقسام بادگیرها در حقیقت وجود داره. به اضافه که خیلی از معمارا در حقیقت این وسیله رو، یعنی این بادگیر رو به خاطر بادش و به خاطر مسئله حل تهویه خونه ازش همیشه استفاده میکردن تا اینکه وسیله دیگه بیاد جاشو بگیره. تهران همواره احتیاج به این سیرکولیشن هوا داشته. خب یه عده هوشیارانه به این قضیه نگاه میکردن. نکته دیگه که هست این هستش که چرا اصلا این ذهنیت پیش اومده که تهران بادگیر ندارد. این عمدتاً برمیگرده به تغییر و تحولاتی که در ساخت و ساز در شهر صورت گرفت، خصوصاً بعد از دهه 40. یعنی ساختمان ما ارتفاع پیدا کرد، متراکم‌تر شد و یه بخشی از شهر در واقع جز توسعه شهری قرار گرفت که قبلا زمینه‌های سکونت در اونجاها وجود نداشت. طبیعی که اهل شهر عمدتاً تماسشون با شهر محیطیه که در پیرامونشون قرار میگیره. عمدتاً یا این خانه‌هایی که دارای بادگیر بودن یک جور پنهان شدن پشت ساختمان‌های جدیدی که مرتفع شدن، یا در جاهایی در واقع این ساختمان‌ها قرار گرفتن که دیگه اون زندگی به کیفیت قبل در پیرامونشون وجود نداشت. بانک تجارت یا بانک شاهی میدون توپخونه یکی از ساختمان‌های قدیمی منطقه 12 تهران هستش که در گذشته جای این بنا خانه قهرمان میرزا قرار داشت که در سال 1308 هجری شمسی به طور کامل تخریب و ساختمان فعلی بانک شاهی ساخته میشه. در معماری این بنا تلاش شده از المان‌های معماری ایرانی مثل گچبری، آجرکاری، کاشیکاری، کاسه‌بندی و بادگیر استفاده بشه. 9 بادگیر که در بالای بام این بانک مشاهده میشه یکی از جلوه‌های زیبای بانک شاهیه که از میدون توپخونه قابل دیدنه و یک نمای زیبا و یک جلوه بصری به این میدون و به این ساختمون میده. شما یه زمانی شهری دارید که عموما شهر یه طبقه است، یه جاهایش هم مثلا یه خورده ارتفاع میگیره 2 طبقه میشه. خب جریان باد توی همچین شهری یه وضع داره. وقتی که این شهر مثلا به طور متوسط میشه 5 طبقه و بعد شما میبینید کلی موانع سر راه جریان باد چیده میشه. مثلا شما الان توی فرض کنید منطقه شمیرانات برید، میبینید که این جریان بادی که رو درها میخواد بوزه روی شهر، ما چقدر سد جلوشون ایجاد کردیم، ساختمان هایی که جلوشون ایجاد کردیم که اجازه نمیده که این باد بر سر شهر بوزه.
خب حالا این بادگیر که خودش تولید باد نمیکنه که، این بادگیر میتونه باد رو در واقع تحت مدیریت قرار بده. حالا وقتی بادی وجود نداشته باشه حالا چیکار بخواد بکنه این باد؟ فتحعلی شاه دومین پادشاه قاجار در زمان حیات خود دستور ساخت 5 مسجد در 5 شهر کشور رو صادر میکنه که بر مبنای سبک معماری اصفهان و 4 ایوانی ساخته میشه که هر 5 مسجد بعدها معروف به مسجد سلطانی میشه. مسجد سلطانی تهران که امروز به نام مسجد امام خمینی و یا شاه معروف شده، در منطقه بازار و در خیابان 15 خرداد غربی قرار داره. این مسجد در سال 1222 تا 1240 هجری قمری به فرمان فتحعلی شاه ساخته میشه. بنابر شواهد تاریخی این مسجد دومین مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع بازار یا همان عتیقه. از معمار این بنا اطلاع خاصی در دسترس نیست، اما گفته میشه عبدالله خان معمارباشی یکی از معمارهای این مسجد بی‌نظیر بوده. در عکس‌های هوایی و عکس‌هایی که با بالون گرفته شده شما اثری از بادگیر در زمان احداث این ساختمان مشاهده نمی‌کنید، اما شاید در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی در شبستان غربی و جنوبی این مجموعه در هر طرف 8 بادگیر مشاهده میشه. 4 بادگیر کوتاه و 4 بادگیر بلند که مجموعاً 16 بادگیر در شبستان‌های جنوبی و غربی این مسجد مشاهده میشه. وقتی ما شرقی غربی میکنیم دیگه باد رو قطع میکنیم و وقتی باد نیست دیگه بادگیر هم بی‌معنیه و نمیتونه دیگه جنبه خودش رو داشته باشه، شاید فقط صرفا یک تزیین باشه. من در بعضی از خونه‌ها دیدم بادگیر رو تبدیل به مکان دودکش‌های خودشون میکردن به خاطر اینکه دیگه استفاده بادگیری ازش نمیشد. در اوایل دهه 40 هنوز مثلا در خیابان ژاله که خونه هاش متعلق به اوایل دوره بعد از جنگ جهانی دهه 20 دهه 10 دوره پهلوی اول دومه بادگیر هنوز حضور داره روی بناها و این بادگیرها به سرعت دیگه داره جمع میشه برای اینکه فضای شهری عامل اصلی بادگیر که باده رو از بین میبره. یه حرکتایی هم توی دورانه به اصطلاح سالهای 50 انجام شد، مثل کاری که آقای دیبا انجام داد توی مثلا موزه هنرهای معاصر. خیلی جا داره که فرمال هم استفاده بشه و اتفاقا دانشگاه‌های خارجی خیلی الان دارن روی این مسئله کار میکنن و خود ما کار نمیکنیم. موزه هنرهای معاصر تهران یکی از المان‌ها و شاخص‌های مهم تهران در منطقه مرکزی پایتخت. این ساختمان در سال 1356 در گوشه غربی پارک لاله با طراحی و معماری کامران دیبا ساخته میشه. این بنا رو ما میتونیم نماینده هنر مدرن و هنر معاصر ایران در زمان خودش بدونیم. معمار بنا تلاش کرده با تلفیق معماری ایرانی و معماری مدرن زمان خودش یک ساختمان بسیار زیبا ایجاد کنه که هم نماینده معماری مدرن باشه و هم نماینده معماری ایرانی باشه. کامران دیبا تلاش کرده با احیای بادگیر، اما نه به شکل کارکردی بلکه به شکل فرمی، این المان ایرانی و فراموش شده در معماری زمان خودش رو احیا کنه. 29 بادگیر تعبیه شده در بام این موزه که به شکل یک طرفی اردکانی هستش به عنوان نورگیر و یک المان در این بنا تعبیه شده که زیبایی و جلوه بسیار خاصی به این ساختمان میده. برج آزادی یکی از نمادهای تهران که در سال 1345 هجری شمسی با معماری حسین امانت ساخته میشه. طراح این بنا تلاش کرده با طراحی یک المان و یک نماد کاملا ایرانی از تمام فرم‌ها و نقوش معماری ایرانی در این برج استفاده کنه
یکی از این نمادها بادگیر هستش. وقتی شما به بالای برج آزادی نگاه میکنین، شمایی از یک بادگیر رو مشاهده میکنین. طراح تلاش کرده با طراحی شیارهای در بالای برج آزادی المان بادگیر رو به همه ما یادآوری کنه. این شیارها که قفسهای بادگیری بزرگ با نمای سنگی و روزنهای چند وجهی رو برای ما تداعی میکنه، محل رفت و آمد هوا هستش که در حقیقت اون فرم بادگیر رو داره ولی المان بادگیر نیست و بیشتر یک شبه بادگیر محسوب میشه. معمارهایی که در دهه 50 نظر من میان و رویکرد پیدا میکنن نسبت به گذشته معماری، به خاطر اینکه در همون زمان تو اروپا معماری جهان نسبت به اون هویت گذشتهش یک رفتار جدید رو پیدا کرده و اینا در سندهای جدید تحت تاثیر این امر میاد، نه از اون پروسه که من خودم بیابم که گذشته من چه ارزشی داره و این کار رو بکنم، به خاطر اینکه این هم یه رفتار بین المللی علمی متناسب در زمان خودشه و انجام میشه. اما به هر حال این نگاه وجود داره، تک‌بناهای بسیار خوبی تو اون دوره ساخته میشه، اما در واقع همونطور که خودتون گفتین فرمه. حالا این فرم ها جنبه کاربردی قبلی خودش رو دیگه نداره، چون در واقع عاملی که میتونسته کاربردی باشه رو از دست داده. فرهنگسرای نیاوران یکی از ساختمان‌های دوره معاصر به شمار میاد که کار ساخت اون در سال 1355 آغاز و سال 1356 به پایان میرسه. کار طراحی و معماری بنا توسط کامران دیبا انجام شده. کامران دیبا تلاش کرده در این ساختمان که با معماری پست مدرن ساخته شده، با بهره‌گیری از عناصر معماری کهن ایرانی که به صورت مینیمال خودنمایی میکنه، یک معماری منحصر به فردی رو به وجود بیاره. معمار بنا همانند ساختمان موزه هنرهای معاصر از فرم و شکل بادگیر در این ساختمان نیز استفاده کرده. بادگیرهای یک طرفه اردکانی که در این ساختمان کارکرد تزئینی دارند به عنوان نورگیر ساختمان استفاده شده است. شما وقتی به یه نفر بگین که آقا جان در تهران 200 تا بادگیر مونده، اولا خیلی تعجب میکنه. تهران بادگیر خیلی باور نمیکنم. دو اینکه هیچ گونه ما چیزی نداریم، مدرک قابل رفرانس که استفاده بشه توی کار معماری نداریم. اینا میتونه همین از زمینه‌های ایده باشه. حتی به دو شکلش من معتقدم، یکی به صورت مینیمالش، عمل کردیش. ما نمونه‌هایی داریم مثلا این خونه که تو خیابون انقلاب هست، چهارراه کالج، که متعلق به حوزه هنری در حال حاضر. شما یه بادگیر مینیمال رو اونجا دارید می‌بینید. تازه آلمانی هم طراحیش کردن، یعنی مثلا سبک و سیاق این معماری مشابه مثلا کاری که دوران باهاس انجام میشه و بعد می‌بینید که توش اومدن یه دونه چیز هم استفاده کردن، یه بادگیر مینیمال هم گذاشتن. یعنی وقتی شما از احیای بادگیر میگی، یه موقع یه جایی مثل یزد هنوز باد و فضاش هست، یه جایی مثل کاشان، یه جایی مثل فردوس، یه جایی مثل خیلی شهرهای دیگر. چون بله که میتونه بادگیر به عنوان یک فناوری کاملا مناسب و پاسخگو به نیاز امروز ما باشه و با استفاده از شیوه‌های جدید معماری خیلی بهتر در فضای شهر و روستای ما قرار بگیره. اما تهران شرایط زیست محیطی خودش رو از دست داده. یعنی قبل از اینکه من بخوام بادگیر احیا کنم، اول باید شهر رو احیا کنم و محیط زیستش رو بهش بازگردونم. ساختمان مؤسسه فرهنگی هنری سبا یکی از بناهای ارزشمند و شاخص شهر تهرانه. این بنا در سال 1310 هجری شمسی تبدیل به سفارت کبرای ژاپن میشه و بعد از اون تبدیل به مؤسسه فرهنگی هنری سبا در قبل از انقلاب میشه. در این بنا ما میتونیم یک حوضخانه با کاشیکاری‌های 7 رنگ، یک تالار آینه با مقرنس‌های آینه‌کاری شده مشاهده کنیم. در پشت بام این بنا 2 بادگیر بسیار مرتفع مشاهده میشه که در نمای اون از آجر و ملات سیمان استفاده شده. این بادگیرها 4 طرفه هستن و به حوضخونه راه دارن. امروز طبیعتا با تغییرات و تحولاتی که تهران شده،
آثاری ازش مونده. یعنی امروز حالا اصلا تهران امروز تظاهرش تو منظر شهری برجاشه، نه بادگیراش متاسفانه، حالا هرچی هست. در اصل تهران الان یک شهر نیست، یک متروپوله با ابعاد وسیع و طبیعتاً این به عنوان یک خاطره میتونه یک نقش خیلی خوبی رو در منطقه به اصطلاح مرکزی شهر یا شکلی شهر تهران که همون منطقه 12 است و ارگش و غیر ذالک داشته باشه در حقیقت دوباره احیا بشه و دیده بشه. که تمام سعی در حقیقت مدیران شهری الان امروزه حفظ هویت در حقیقت خاطره یا تهران قدیم به طور جدی هست. ساختمان فرهنگسرای اشراق با قدمت 100 سال و باغ این فرهنگسرا با قدمت 200 سال یکی از فضاهای طبیعی تاریخی منطقه شرق تهرانه. بنا به گفته اهالی محل این باغ و این ساختمان متعلق به امام جمعه داماد ناصرالدین شاهه. بعد از سقوط سلسله قاجاریه این باغ و ساختمان قدیمی توسط ارباب مهدی یکی از وکلای مجلس خریداری میشه. بعد از فوت ارباب مهدی این باغ توسط دربار پهلوی خریداری و باغ ملی اعلام میشه. باغ به 2 قسمت پارک جوادیه و باشگاه شهرداری تقسیم میشه و بعدها با تأسیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران این ساختمان تبدیل به فرهنگسرای اشراق میشه. در پشت بام این ساختمان 2 بادگیر 4 طرفه بسیار زیبا مشاهده میشه که یادگاری از بادگیرهای تهران در منطقه شرق. نوگرایی، مدرنیسم، حالا هر اسمشو بذاریم یا نوآوری در هر دوره‌ای بوده. دوره ناصری، دوره اواخر قاجار، دوره مشروطه و حتی دوره پهلوی اول هنوز کم بیش شهرداری انسجام و طراحی و هویت و یهو دیگه همه چی از هم متلاشی میشه و به خصوص از دهه 40 به بعد که سقوط کامل شهر رو بنا به مسائل تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتر شامل است. بسیاری از المان‌های معماری ایران میتواند در معماری معاصر امروزی استفاده بشه ازش. خب بادگیر به عنوان یک حجم و یک به اصطلاح تظاهر منظر شهری خیلی میتونه روش کار بشه، حالا به 2 صورت، چه به صورت فرمش چه به صورت عمل کردش. یعنی تو یه جا میتونی، من معتقدم باد که هنوز وجود داره، حالا درسته یه سری تغییرات شده ولی از این باد استفاده کرد و عمل کردی هم ازش استفاده کرد. کم که الان در تمام دنیا بحثی که اینا دارن سر مسئله توسعه پایدار و تمام اصولی که راجع به توسعه پایدار مطرح میشه یه بخشش برمیگرده به همین مسئله نقش باد و استفاده از انرژی باد در تنظیم هوای زندگی. پس این بخش عمل کردیش میتونه حسابی کار بشه. ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت یکی از ساختمان‌های نوین در زمان خودشه که به منظور استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزینیشون با سوخت‌های فسیلی ساخته میشه. این ساختمون که معماریش الهام گرفته از معماری سنتی و ایرانیه، 2 بادگیر بسیار بلند و زیبا داره که هوای فضای بیرونی رو به داخل ساختمون میاره و باعث تلطیف و خنک شدن فضای این ساختمون میشه. شاید اولین کاری که شما شروع کردین تو اینجا به صورت به اصطلاح حالا هم کار پژوهشی هم کار مستندسازی از این قضیه و جا داره که هر 2 شکل و انواع اقسامش رو در حقیقت ما به کاربرد به اصطلاح معماری معاصر امروزی ازش استفاده کنیم و به کار ببریم. به گذشته نمیشه برگشت، ولی میشه ریشه در گذشته داشت. باید ببینیم که ما با پدیده بادگیر کلا نه در تهران توی سطح کشور به مثابه یه فناوری چطور امروز میتونیم مواجه بشیم، امروز میتونیم بهره ببریم، نه مثل قبل، مثل امروز بیام بهره ببریم. بالاخره یک فناوری دنیا ما میبینیم در جاهای دیگه دنیا این کار میکنن، مثلا در منطقه کالیفرنیا این کار کردن، اومدن از فناوری بادگیر ولی به
ترتیبات امروزی اومدن استفاده کردن. حفظ میراث تاریخی یعنی حفظ سرمایه‌ای که میشه بر اساس اون آینده رو ایجاد کرد. اما نکته مهم اینه که ما عادت داریم میگیم وقتی یه چیزی به درد نخورد موزه‌ایه. اتفاقا این کار حرف غلطه. وقتی یه چیزی فراتر از کاربردش میتونه برای ما یه الگو بشه، الگویی که بتونیم از روش رفتار آیندهمون رو برنامه‌ریزی کنیم، موزه‌ایه. پس بنابراین اگر ما به عنوان یک کاراکتری که میخواد آینده نگری رو درش ببینیم، قطعا با این تعریف و این تمهید قطعا بادگیر میتونه یک کاراکتر و رفتار شهری برای آینده ما باشه، اما نه فقط به عنوان یک بزک، بلکه به عنوان اینکه یادمون بیاره ما باد نداریم، یادمون بیاره که شهرمون رو به اسم هلاله. از میان 77 اثر تاریخی فرهنگی که امروزه در تهران در آنها بادگیر مشاهده می شود، 204 بادگیر و شبه بادگیر شناسایی شدند که از میان آنها متاسفانه نیمی در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشدند و در خطر ویرانی و یا تخریب و تبدیل به برج و یا بنای تجاری هستند.